به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. Tree of Life، درخت زندگی. این کتاب به زبان انگلیسی و عبری هستش و فکر نمی‌کنم بتونین در زبان فارسی این کتاب رو پیدا کنید. ولی اگر بتونین منبع اصلی این کتاب رو از آمازون خریداری کنید، حتما ترجمهش بسیار برای شما لذت بخش خواهد بود. یه طوریایی داستان انرژی الهی و آفرینش هستش، پشت پرده نیروهای کیهان و به تجلی در آمدن رخ دادن هاست، از تقدیر بگیر تا اختیار. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه هایی از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. درخت زندگی یا کابالا، به عبری اتوس هاخاین، توصیف ایده عرفانی در عرفان یهودی یا کابالاست که به نام 10 سفیرود نیز شناخته می شود. این ایده یک دیاگرام ستونی است که از تعدادی دایره یا سفیرود متصل به هم تشکیل شده است. بر اساس دیدگاه کابالیست ها، درخت زندگی ذات الهی، روح انسان و راه معراج عرفانی انسان را نشان می دهد. کابالیست ها اعتقاد دارند که سمبل درخت زندگی در واقع نقشه آفرینش است. در دیدگاه کابالای یهودی، 2 درخت موجود در باغ بهشت، درخت زندگی و درخت دانش، خیر و شر 2 نمایش مختلف سفیرودها یا همون دایره ها هستند. از زمان رنسانس دیدگاه‌های کابالایی بین مسیحیان و پیروان هرمیسه رایج شد. کابالیست ها اعتقاد دارند که درخت زندگی دیاگرام آفرینش است. آفرینش از بالاترین سفیرود آغاز شده که عین صوف اوور یا نور بدون حد نامیده می شود. این بالاترین سفیرود برای ذهن انسان قابل درک نیست. این انرژی از بالای درخت زندگی سرازیر شده و تمامی دنیا را ایجاد می کند. آفرینش با پروسه زمزم یا انقباض عین صوف شروع می شود. در مرحله بعد که سفیرود خماست، این نور منقبض شده عین صوف به زمان و مکان انبساط می آید. سفیرود بعدی بیناست که دارای انرژی مؤنث است. این سفیرود انرژی خما را دریافت کرده و از آن نگهداری کرده و آن را پرورش می دهد. اعداد و حروف عبری برای کابالیست ها بسیار مهم هستند و هر حرف عبری معادل یک عدد نیز هست. هر مرحله درخت زندگی با یکی از اعداد 1 که بهش میگن کتر تا 10 ملکوت و 1 سفیرود در ارتباط است. 3 سفیرود بالای درخت زندگی دنیای الهی را تشکیل میدهند که انرژی اولیه دنیاست. بین این 3 سفیرود و 7 سفیرود پایین‌تر آبیست قرار دارد که این 2 دنیای کاملا متفاوت را از هم جدا می کند. 3 سفیرود بالا در دنیای انرژی الهی هستند. از این رو سفیرود بینا با زایمان در ارتباط است که به دنیایی که کاملا از دنیای الهی جداست زایمان می کند. انرژی الهی با پایین آمدن از درخت زندگی سخت‌تر و جامدتر می شود تا اینکه در سفیروت ملکوت که آخرین سفیروت است دنیای ماده را ایجاد می کند. معناشناسی درخت در عرفان کابالا. مفاهیم و واژگان به کار گرفته شده در منظومه‌های فکری و فرقه‌ای گوناگون گاه شباهت‌ها و اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند. برای مثال در تمامی ادیان و در بسیاری از فرقه‌های نوظهور از مفاهیمی همچون حیات پس از مرگ، سعادت، زندگی معنوی استفاده می‌شود. ولی هر یک از این مفاهیم متناسب با متن و منظومه‌ای که به آن تعلق دارند جایگاه و معنایی متفاوت دارند که گاه
با معنای همان مفهوم در منظومه دیگر در تعارض است. یکی از مفاهیمی که در جریان‌های دینی و شبه دینی مختلف جایگاه ویژه دارد مفهوم درخت است. در قرآن کریم نیز بارها به این مفهوم اشاره شده. درخت در لسان قرآن گاه برای تمثیل انگاره توحید و انگاره شرک در تعابیری همچون شجره طیبه سوره ابراهیم آیه 24 و شجره خبیثه سوره ابراهیم آیه 26 و گاه در توصیف توحید عمومی خلقت با تعابیری همچون و نجم و شجر و یسجدان سوره الرحمن آیه 6 مورد استفاده قرار گرفته است. در روایت نبوت حضرت موسی نیز ذکر شده که خداوند از برای درختی با این پیامبر الهی سخن گفت. سوره قصص آیه 30. در داستان هبوط آدم از بهشت نیز در قرآن کریم ذکر می‌فرماید که شیطان با وسوسه درخت جاودانگی او را فریب. سوره طه آیه 120. اما هیچ یک از توصیفاتی که در قرآن از پدیده‌هایی همچون درخت، سنگ، خوراکی‌هایی مثل زیتون، عسل، انجیر، حیواناتی همچون سگ اصحاب کهف، هدهد و مورچه سلیمان، شتر صالح و پرندگان ابابیل و سایر پدیده‌های طبیعی همچون آتش، کوه، دریا، بادها، ماه، ستارگان، شهاب‌ها، خورشید موجود است. به معنای تقدس بخشی متافیزیکی به این امور نیست، بلکه همه آنها از آن جهت که بخشی از خلقت شگرف خداوند و جلوه‌ای از زیبایی و حکمت و رحمت و عظمت او هستند قابل توجه‌اند. هیچ یک از تعابیر قرآن درباره این پدیده‌ها را نمی‌توان توجیهی برای بزرگداشت و تقدس بخشی خرافی به بخش‌های طبیعت دانست. تقدس مکانها و اشیاء مادی همواره بالغرض و به اعتبار حقیقتی متافیزیکی و متعالی بوده است که با آن شی نسبت دارد. برای مثال تقدس تربت کربلا به واسطه ارتباط این خاک با وجود مقدس سیدالشهدا و واقعی عاشوراست، نه ویژگی باطنی که زمین واجد آن است. در خصوص عنصر طبیعی آب خداوند در قرآن کریم تعبیری به کار برده است که در خصوص هیچ عنصر مادی ذکر نشده. و جعلنا من الماء کل شیء حی. با این حال این تعبیر سبب تقدس خرافی برای آب در میان مسلمانان نشده است و هرچند باران و آب همواره نشانه رحمت خداوند دانسته شده، ولی هیچ گروه و فرقه‌ای به این مطلب قائل نشده که آب واسطه میان زمین و آسمان یا عالم جسمانی و ملکوت است. با این حال درخت در کابالا و فرقه‌های پاگانیستی جایگاهی مقدس و متافیزیکی دارد. تمام هستی شناسی آیین کابالا و اسطوره‌شناسی یهود به صورت سمبولیک در درخت‌واره‌ای با نام درخت حیات معرفی می شود. درخت حیات یا Tree of Life، درخت دانش، درخت مرگ، درخت ارواح و درخت کیهانی از جمله استعاره‌هایی هستند که با تکیه بر مفهوم درخت در آموزه‌های کابالیستی برای توصیف جهان خلقت مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال جایگاه مقدس و حلقه آسمان و زمین بودن درخت در آیین کابالا تنها به معانی استعاره‌ای آن محدود نمی شود. در آیین کابالا درخت زمینی نه به عنوان جلوه‌ای از خلقت خداوند، بلکه به عنوان واسطه‌ای میان عالم بالا و عالم جسمانی و حلقه میان عالم ملکوت و عالم ناسوت مورد توجه است. این اعتقاد عمیق عمدتاً بر اساس کشف و شهود و اظهارات بزرگان تصوف کابالا صورتبندی شده است و کمتر به ارائه دستمایه‌های کلامی برای توجیه آن پرداخته شده است. خاخام اسحاق ابن سلیمان لوریا، مشهور به اسحاق لوریا که به عنوان پدر کابالای امروزی شناخته می شود، توضیحاتی در مورد اسحاق لوریا
که از بنیانگذاران ابتدایی کابالای نظری به شمار می آید، هرچند خود او مکتوبات نادری دارد، ولی کلاس‌های او در فلسطین در دوره عثمانی بعدها توسط شاگردانش نگارش یافت و به شکل‌گیری متون کلاسیک کابالا کمک شایانی کرد. برخی آموزه‌های او را تحت عنوان کابالای لوریانی معرفی می‌کنند. اسحاق لوریا به عنوان پدر کابالای امروزی شناخته می‌شود. از جمله کسانی بود که به حلقه واسط بودن درخت میان عالم ملکوت و عالم جسمانیات اعتقاد داشت. او درختان را جایگاه آرام گرفتن نفوس انسانی پس از مرگ می‌دانست. در شرح احوالات او آمده است که وی به بهار توجه خاصی داشت و در ماه نیسان هنگام شکوفه زدن درختان به انجام اعمال عبادی خاص در مقابل درختان اقدام می‌نمود. توضیحاتی در مورد نیسان براتون بخونم. 7مین ماه در تقویم عبری که اولین ماه در تقویم کلیسایی است. نیسان اوج بهار و ماهی 30 روزه است که اعیاد مهمی همچون تسح یا فسح در آن قرار دارد. اسحاق لوریا اعتقاد داشت با این اعمال به روح سرگشته کسانی که در درختان هستند یاری میرساند تا به جای سقوط به مراتب پایینتر به سوی تعالی بالا بروند. به گفته کابالیست‌ها سنت لوریا این بود که شاگردانش را به میان درختان و طبیعت ببرد و در آنجا به آنها آموزش دهد. به گفته شاگردانش در یکی از این روزها لوریا چشمان خود را باز می کند و درختان را نفوس انسانی با روح‌های بیشمار می بیند. لوریا از نفوس مردگان می پرسد شما چرا اینجا در درختان توقف کرده اید؟ نفوس پاسخ می دهند این به دلیل آن است که در زمان حیات تبهکار نبودیم. ما تو را می شناسیم و می دانیم می توانی به ما کمک کنی. لوریا نیز قول می دهد کمک کند تا آنها از برزخ درخت رها شده و بالا بروند. شاگردان لوریا را در حال گفتگو می دیدند در حالی که تنها او بود که سخن می گفت و روح درختان از دید شاگردان پنهان بودند. شاگردان بعدها از او پرسیدند تو با چه کسانی سخن می گفتی؟ و لوریا پاسخ داد اگر می توانستید آنها را ببینید از اینکه چه جمعیتی از ارواح در درختان هستند حیرت زده می شدید. اولین اشارات در خصوص این چنین جایگاهی برای درخت در آثار موسی لئونی نویسنده کتاب مشهور زوهر به چشم می‌خورد. زوهر مشهورترین و معتبرترین منبع کابالا است که در قرن 13 توسط کابالیست‌های جنوب اروپا مدون شد. او در این کتاب نفس هاخامه یا نفس حکیمه از این ویژگی و جایگاه درخت برای توضیح جهان کابالا در تمثیل درخت زندگی استفاده می‌نماید. در آموزه‌های کابالا درختان نه تنها جایگاه نفوس و ارواح انسانی هستند بلکه خودشان نیز نفس مجرد دارند یا نفس مجرده دارند. این عقیده در شرح احوال هاخام ناخمن برسلاوی توضیح داده شده است. توضیحاتی در مورد ناخمان برسلاوی که خاخام و کابالیست اوکراینی که جنبش حسیدی اوکراین را بنا نهاد. یهودیان حسیدی شاخه‌ای از یهودی ارتدوکس هستند که از قوانین فقهی یهود تا اندازه‌ای فاصله گرفته و گرایش‌های عرفانی کابالیستی دارند. او روزی در سفر برای اقامت شب مسافرخانه چوبی را برمی‌گزیند. هاخام ناخمن در دل شب با صدای بلند شروع به گریه می‌کند به نحوی که صاحب مسافرخانه و همراهان هاخام متوجه حالت غیرعادی او می‌شوند. همگی گرد او می‌آیند تا علت را جویا شوند. هاخام قبل از هر سخنی کتابی را بیرون می‌آورد و با چشمان بسته آن را باز می‌کند و سپس جمله نوشته شده در صفحه را می‌خواند. قطع کردن درخت پیش از موعد همانند کشتن یک نفس است. هاخام از صاحب مسافرخانه سوال می‌کند آیا چوب دیوارهای مسافرخانه از درختانی است که پیش از موعد قطع شده است؟ صاحب مسافرخانه تایید می‌کند. هاخام توضیح می‌دهد من در مکاشفه‌ام با بدن کسانی که کشته شده بودند احاطه شده بودم.
بسیار ترسیده بودم. حالا می‌دانم آنها روح درختان بودند که برای من گریه می‌کردند. طبق اسطوره‌شناسی کابالا و یهود در بهشت عدن در آسمان هفتم درختی به نام درخت زندگی وجود دارد که ارواح از آن تولید می‌شوند. اسحاق لوریا، پدر عرفان کابالا، حلقه واسط میان آسمان و زمین بودن را با دلیل دیگری نیز توضیح می‌دهد. طبق اسطوره‌شناسی کابالا و یهود در بهشت عدن در آسمان هفتم درختی به نام درخت زندگی وجود دارد که ارواح تولید شده در گنج‌هایی به نام گوف یا بدن سقوط می‌کنند و در آنجا منتظر نزول به زمین و تولد می‌مانند. در اسطوره‌شناسی کابالیستی گنجه ارواح یا گنجینه ارواح محلی برای نگهداری ارواح تولید شده است. اسحاق لوریا توضیح می‌دهد که حلقه واسط درخت زندگی در آسمان هفتم و تولد نوزاد زمین درختان هستند. ارواح به تدریج از آسمان بر درختان نزول می‌کنند و درختان همانند یک گهواره واسط ارواح را تا زمان تولد نگه می‌دارند. لوریا همچنین معتقد است از میان حیوانات گنجشک این نزول را به خوبی حس می‌کند و می‌تواند پایین آمدن ارواح را بر روی درختان مشاهده کند. او دلیل آواز غوغاگونه گنجشکان را همین ادراک ارواح می‌داند. رابطه ارواح با درختان در آموزه‌های پاگانیستی اروپای کهن پیش از مسیحیت نیز وجود داشته است. پرستش درخت بلود یکی از آموزه‌های پاگان‌های ژرمن بود. در زمان فراگیر شدن مسیحیت برخی از این آموزه‌های خرافی با شکل‌های تغییر یافته به تدریج وارد مسیحیت شد و در مناسکی همچون برپایی درخت کریسمس در روزهای پایانی سال و زمان منتسب به تولد عیسی مسیح خود را به خوبی نشان داد. در مدارس نوین کابالا به هنرجوها گفته می شود کابالا یک درخت است که با بالا رفتن از شاخه‌های آن می توانید به مقامی نزدیک به خدا و شبیه به خدا برسید. در عرفان کابالا رسیدن انسان به خدا به معنای فنای فی الله نیست، بلکه به معنای رسیدن به مقام خدایی است. در این سیستم معنوی فرد صالح قرار نیست فانی در خداوند گردد و هستی خود را در مقابل هستی لایزال خداوند ناچیز و نامقدار ببیند، بلکه قرار است خود را به اندازه خداوند و در جایگاه خدایی درک کند. در واقع از منظر کابالا انسان در مقام خداوند عبد و بنده نیست، بلکه مخلوقی است که میتواند به خدایی برسد. از این رو انسان و خدا در این منظومه عجیب در واقع دو روی یک سکه هستند. این جایگاه ویژه طبیعت شناختی و معناگرا برای درخت و نسبت آن با آفرینش انسان در محصولات رسانه‌ای وابسته به کانون‌های کابالیستی با گستردگی، عمق و تنوع بسیاری مورد تبلیغ و تأکید قرار گرفته است. فیلم سینمایی سرچشمه تولید در 2006 محصول 2006 میلادی در امریکا 3 داستان موازی درباره خاستگاه، زندگی و فرجام انسان است که در 500 سال گذشته، زمان حال و 500 سال آینده روایت می شود. در این فیلم نقطه اتکای داستان درختی کهنسال است که منشأ خلقت انسان به شمار می آید. این درخت در هیبتی همانند درخت دانش در بهشت عدن در داستان اول دیده می شود. توماس قهرمان داستان اول شوالیه‌ای اسپانیایی که قصد دارد درخت زندگی را برای ملکه خود بیابد. در داستان دوم درخت حیات درختی عجیب در افریقاست که دکتر کرو قصد دارد از شیره آن برای درمان سرطان همسر محبوبش استفاده کند. در داستان سوم تام در حبابی افسانه‌ای که درخت کهنسالی در آن وجود دارد به سوی سحابی دوردستی در فضا در حرکت است. روح همسر تام در درون درخت است و تام امیدوار است بتواند با رسانیدن درخت به سحابی که در سخنان همسرش از آن تعبیر به بهشت و محل آرامش ارواح انسانها شده است، معشوق زندگیش را به سکون و آرامش برساند. جای جای و بند بند سناریوی این فیلم با عقاید و آموزه‌های اساتید کابالا
از اسحاق لوریا تا موسی تطبیق تام دارد. فیلم سینمایی آواتار محصول 2009 میلادی در امریکا که پرفروشترین فیلم تاریخ نام گرفت نیز داستان خود را حول محور درختی مقدس به نام درخت ارواح روایت می‌کند. این درخت محل تجمع ارواح گذشتگان است و با عالم بالا و وجود مقدس اله آیوا در ارتباط است. همین درخت سرنوشت قوم ناوی را پس از نیایش جکسالی در پای درخت رقم می‌زند و آنها را بر دشمن مهاجم پیروز می‌گرداند. فیلم درخت زندگی محصول 2011 میلادی در امریکا و برنده نخل طلایی کن 2011 میلادی نیز از جمله آثاری است که با الهام از آموزه‌های کابالا در قالب تمثیل درخت حیات سعی دارد باطن زندگی و حیات انسان را بر اساس آنچه در تورات و به ویژه سفر پیدایش آمده است تبیین نماید. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست، ولی که لازم من اینجا نکته رو برای شما عرض کنم. در کتاب هفت شریف که من در چند پادکست قبلی برای شما این کتاب رو خوندم و آموزه هایی از امام جعفر صادق هستند، توضیحات کاملی در مورد اینکه انسان‌ها بر اساس اعمالشون و تناسخ‌هایی که قبلا داشتن بعد از اینکه از این دنیا رحلت میکنن و به عالم بالا میرن براشون اتفاقاتی میفته در قالب نسل، فصل، مس، رس که قطعاً اگر این کتاب رو بخونید کاملا متوجه میشید که بعضی از عذاب‌های الهی به صورت یک جامد و یا حتی یک درخت هستش که انسان‌ها ممکنه به یک درخت تبدیل بشن و آنقدر در این حالت بمونن تا پاک و منزه بشن و بتونن در تناسخ بعدیشون تبدیل به انسان بشن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. اگر از این مطالب خوشتون میاد حتما در پادکست من میتونید کتاب‌های زیادی رو در این زمینه پیدا کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.